توفه عجیب و باور نکردنی سیتا قاسمی به خاطر ازدواج دوم غزال نایت با کی عروسی کرده است. افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی غزال نایت که هرگز باور نخواهید کرد. این دختر خانم در کدام کشور زندگی می کند؟ شوهر جدید غزال نایت کیست و دلیل دوری غزال نایت از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال باشید. غزال نایت هنرمند جوان، یکی از چهره‌های شناخته شده و محبوب در هنر موسیقی افغانستان، علاقه‌مندان و طرفداران خاص خودش را در هنر موسیقی افغانستان داشته است. غزال نایت عاشقانه هنر موسیقیش را 15 سال قبل با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا آغاز کرد. آن زمان ازدواج کرده بود. وی بعد از آن که به کشور کانادا سفر کرد از شوهرش رجا رایج جدا شد و دیگر نخواست زندگی مشترکش را ادامه بدهد، اما در کشور کانادا به کارهای هنر موسیقیش مسلکی پرداخت، ویدیو کلیپ های نشر کرد و بالاخره ظاهرش را برای علاقه‌مندان و دوستدارانش نشان داد. غزال نایت یک مدت طولانی میشد کاملا از هنر موسیقی به دور بوده است. تازه تصاویر غزال نایت در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دختر خانم جوان و با استعداد افغان در کشور کانادا بار دیگر ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نشده است همسر جدید غزال نایت کیست و به چه دلیل وی خواسته بار دیگر ازدواج کند. ولی غزال نایت کارهای هنر موسیقیش را دوست دارد و می‌خواهد کنسرت‌های جدید برای علاقه‌مندان و دوستدارانش برگزار کند. من هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله زال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تک تک شما خوبان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.